شیخ عبدالقادر جیلانی ثروتمند بود خیلی. یه آینه ای داشت، آینه بسیار گران قیمتی. یه زمان اون مستخدم ایشون، خادم ایشون داشت آینه رو تمیز بکرد، آینه افتاد شکست. خدا چطور بگم این آینه به این گران قیمتی، آینه به این در حقیقت گران بهایی شکست؟ شیخ در حال مراقبه و ذکر بود، اومد گفت که از قضا آینه چینی شکست. شیخ عبدالقادر جیلانی هم گفت که خوب شد، اسباب خودبینی شکست. یعنی دنیا دارند اما دل به دنیا نمیدن. اگر دنیا رو دارند برای دوست دارند، دنیا رو یه امانتی از جانب الله میفهمند. و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، خودشون رو صندوقدار خدا میدونن، خودشون رو یک امانت دار میدونن که این مالم، این ثروتم، این موقعیت اجتماعیم، هر چی که دارم اینا یه امانت از جانب اللهه و من تو دخل و خرج این مال آزاد نیستم. هر طور دلم بخواد تو این مال دخل و تصرف کنم، نه خیر. من تو درآمد زایی خودم، تو پول در آوردن خودم و تو خرج کردن خودم تابع امر الله هم. یه زمانی قحط سالی آمد، یه رکود اقتصادی خیلی سنگینی در مدینه حاکم شد. خب معمولا این کسایی که مافیای قدرت و ثروتن، اون کسایی که در رأس حرم ثروت و قدرت قرار دارن، تلاش میکنن خودشونو سلطان یه چیزی درست کنن. یکی بشه سلطان چی میگن رب، و یکی بشه سلطان نمک، و یکی بشه سلطان لاستیک، و یکی بشه سلطان فلان، و موقعیت استفاده کنن از این هرج و مرج اقتصادی و از این رکود. کما که الان داریم خودمون این کار رو میکنیم، عموما احتکار کنن، اموال رو همدیگر جمع کنن، از این ضعف اقتصادی سوء استفاده بکنن. معمولا تفکر اینه تو عامه کسانی که در رأس حرم ثروت ها هستن، باند و باندبازی کنن، راندخاری ایجاد کنن، از این هرج و مرج اقتصادی سوء استفاده کنن. اما سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه ثروتمند بود در مدینه. قحط سالی که آمد ایشون میتونست مثل خیلی از کسای دیگه که تو این موقعیت ها میان احتکار میکنن، مالها رو جمع میکنن، سوء استفاده میکنن، با فساد مالی، با خیلی مسائل خودشون رو بلندتر میکنن و به طبقه ضعیف جامعه فشار بیشتر میارن تا ثروت بیشتری به دست بیارن. اما ایشون شنید یک کاروانی یک کاروان بزرگی از ایشون در حال آمدن به مدینه منوره بود. خب میتونست از همین الان قیمتا رو ببره بالا، از همین الان میتونست با این کاروان تجاری اینا رو احتکار کنه، اینا رو توی انباری بذاره، قیمتا خوب بره بالا، بعد وارد بازار کنه. میتونست قیمتا رو خودش تعیین کنه، چون این کاروان توی این قحط سالی آمده بود، میتونست هر کار بکنه. اون کسایی که دنبال موقعیت بودن، دنبال فرصت بودن، اونا آمدن پیش حضرت عثمان گفتن کاروان تو رو 2 برابر میخریم، چون قصدشون این بود که اینو بخرن و بعد همون فساد اقتصادی خودشونو بکنن. حضرت عثمان گفت من اینو فروختم. فروختی به کی؟ تاجر دیگه هم مگه هست؟ گفتم بله. گفتم ما 3 برابر میخریم. گفت بالاتر فروختن. 4 برابر میخریم. این دیگه قیمت پیشنهادی ماست، یه مزایده بزرگه که دیگه فکر نکنم که 4 برابر اینا رو بخره. حضرت عثمان گفت بالاتر فروختن. 5 برابر ما میخریم. این پیشنهاد خیلی رقم نجومیه، این دیگه اینطور پیشنهادی گیرت نمیاد عثمان. گفت بالاتر فروختن. یعنی چی؟ به کی فروختی؟ مگه چند برابر بالاتر فروختی؟ گفت 10 برابر بالاتر. 10 برابر بالاتر؟ به کی فروختی؟ گفت من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. به الله فروختم. من نمیخوام از این وضعیت اقتصادی بعد و از این رکود اقتصادی بیام و به جامعه و ملت ظلم بکنم که میخوام جیب خودم رو پر بکنم. من همه اینا رو در راه خودم میخوام صدقه کنم. ببینید سیدنا عثمان ثروت داره اما دل به ثروت نداده. تو جنگ تبوک لشکر مسلمان ها رو تجهیز میکنه، تو زمانه خشکسالی یک چاهی میخره و برای منفعت عامه مردم میگیره. چیکار میکنه؟ وقفش میکنه یه چاه رو.
مالش داره کارهای عامل منفعه باش میشه، مالش داره وسیله تجهیز لشکر مسلمان ها و وسیله اعلای کلمت الله میشه، مالش ذریعه معامله با خدا میشه. خب این انسان اگر پولم داشته باشه پول براش ضرر نداره، ثروت هم داشته باشه ثروت براش ضرر نداره. این مصداق همون حدیثیه که رسول پاک فرمودن نعم المال الصالح لرجل صالح. چه نیکوست مال شایسته در دست بنده شایسته خدا. مال دست این افتاده. خب حضرت عثمان خودش فقیر زندگی نکرد، خودش گرسنه زندگی نکرد، خودش یه انسان شایسته ای بود، مال شایسته هم تو دستش بود. با این مالش چه نفعی تونست در گسترش مسجد النبی مال حضرت عثمان خرج شد. طرح توسعه مسجد النبی در زمان ایشون اتفاق افتاد. یه مرحله مالش وسیله توسعه مسجد النبی شده، مالش وسیله تجهیز لشکر مسلمان ها شده، مالش وسیله فقر زدایی از جامعه شده، مالش وسیله جلوگیری از فسادهای اقتصادی دیگران شده. خب این که دیگه بهترینه که کاش مال دست همین دست افراد باشه. سلیمان نیامد بگه آقا من زاهدم، من فکر آخرت دارم، من نباید دنیا رو دوست داشته باشم، بنابراین حکومتم نمی کنم، بنابراین این ثروت کلان رو هم نمیخوام، این موقعیت بزرگ اجتماعی رو هم نمیخوام. همه اینا رو داشت، اما چون که مال و ملک رو از دل براند، سلیمان مال و ملک رو از دلش بیرون کرد، محبت اینها رو، تعلق خاطر به اینها، این بده. برای همین سلیمان خیش جز مسکین نخواند. این همه ثروت، این همه قدرت، این همه موقعیت اجتماعی، اما هیچ موقع اینا باعث غرور و تکبر و خودبینی و عجب در سلیمان نشد. این نشانه از این بود که اینها تأثیری در درونش نداشت. انه من سلیمان، نامه که مینوشت خیلی ساده بی تکلفانه اسم خالی خودش رو مینوشت. معمولا حکام سلاطین دنیا تو اول نامه خودشون الفاظ خیلی گنده گنده می نویسن. اصلا زبان اداری با زبان عامه مردم تلاش میکنن متفاوت باشه. شما یه نامه اداری که میخونی یه جوری اینو نوشته که حس میکنی خدای این بد بدی یه حقوقدان اینو برات ترجمه کنه، چون اینا میخوان با این زبان اداری به رعیت ثابت کنن که ما یک سرگردن از شما بالاتریم. با یه بند و تبصره های با کلمه های قلمبه سلمبه این نامه های اداری معمولا نوشته میشه تا اون حاکم و رعیت بودن اثبات بشه، وگرنه میتونن همینو خیلی ساده بنویسن. معمولا یا حکام و سلاطین وقتی نامه‌ای به جای میخوام بفرستن، اول نامشون یک خط اول، دو خط اول فقط چیه؟ کلمات بسیار گنده در رابطه با خودشون می نویسن. شهنشاه، سلطان السلاطین، نمیدونم فلان. با این طریقه میخوان اون رعب و عظمت خودشون رو تو دل مردم بندازن. یعنی خاصیت حکومت ها اینه، خاصیت قدرت اینه که آدم رو فرعون میکنه، آدم رو قارون میکنه. خیلی کمه. الله تعالی میگه و قلیل من عبادی الشکور، قلیله، بسیار اندک کسانی که در اوج قدرت ها و ثروت ها قرار بگیرن و شاکر باشن. یعنی ثروت و قدرت اونا رو مغرور نکنه. چون که مال و ملک را از دل براند، زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند. خودشو جز مسکین چیز دیگه ای نمیدونست. ثروت داشت، قدرت داشت، اما بر مسکنت خودش، بر غلبه تواضع خودش، بر فناییت خودش، بر عبدیت خودش افتخار میکرد. میدونست چیزی که انسانو بلند میکنه همین عبدیته، نه این مظاهر مادی، نه این تشریفات و تکلفات دنیوی. من باید عبد او باشم تا بلند بشم. حالا اینجا مولانا میگه کوزه سربسته اندر آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت. کوزه ای از آب خالی باشه و سرش بسته باشه، میتونه روی آب حرکت بکنه و غرق نشه. یه کوزه داخلش آب نره و سربسته هم باشه که جای نفوذ آب نداشته باشه، این میتونه رو آبا بیسته، از آب سواری بگیره، تو آب غرق نشه. همینطور انسان اگر
دلش رو از تعلقات ما سوی الله تهی کنه، دلش رو وابسته به اینها نکنه. توی روایتی میاد که حضرت موسی علیه السلام میگه الله تعالی وقتی اراده خیر به یک قومی داره، اراده خیر و خوبی به یک قوم و ملتی داره، در اثر اعمال خودشون، در اثر نیات خودشون، در اثر عملکردهای خودشون، وقتی الله باشن اراده نیکو داره، 3 تا اتفاق تو اینا میفته. خدا با اینا اراده خیر داره به این قوم، با این ملت، در اثر عملهای خوب خودشون. چیه؟ 1، الله تعالی مال و ثروت رو به دست افراد سخاوتمند و عاقل اینا میده که هم خودشون میخورن هم میدن جامعه بخوره. دستی افرادی میدن که مال رو وسیله اشتغال زایی میکنن، مال رو وسیله فقر زدایی میکنن، مال رو وسیله منفعت عامه میکنن، مال رو وسیله خیر و خوبی برای جامعه میکنن. این 1. وقتی الله با یک قومی اراده خیر داره، 1 مال ثروتشون رو میده دست آدمای سخاوتمند، در رأس ثروت‌های اون جامعه آدمای سخاوتمند قرار میگیرن. 2 بارانها به موقع و به جا میباره اونجا. وقتی باران به موقع و به جا بباره، زراعت‌ها، کشاورزی‌ها رشد میکنه. وقتی زراعت و کشاورزی رشد کرد، جلوی واردات بی‌رویه گرفته میشه و در حقیقت اقتصاد این جامعه استقلال پیدا میکنه. این جامعه رو پا خودش وامیسته و این جامعه در حقیقت میتونه با همین زراعت، با همین کشاورزی که از داخل داره تأمین میشه، در حقیقت بتونه رشد کنه. بارانها به موقع میاد. 3 خداوند در رأس این جامعه مسئولینی قرار میده، کارشناس و عاقل، که این مسئولین کارشناس و عاقل برای توزیع عادلانه ثروت و برای اشتغال این جامعه و برای تولید این جامعه و برای در حقیقت چرخه‌های اقتصادی این جامعه فکرای ناب و خوب دارن، جامعه رو رشد میدن. این 3 تا علامتی که الله از جامعه راضیه، اراده خیر به این جامعه داره. چی بود اینا؟ 1 پولا میفته دست سخاوتمندان، 2 بارانها به موقع میاد، 3 مسئولیت ها میفته در دست یک مسئولین کارشناس و عاقل. وقتی الله تعالی با یک قومی اراده بد داره در اثر عملکردهای زشت خودشون، برعکس این بارانها به موقع نمیباره. بارانها وقتی میباره به جای این که باعث عمران و آبادانی و باعث رشد کشاورزی بشه، آفت میاره. همون کشاورزی رو هم خراب میکنه، سیلاب میشه، یخبندان میشه، کشاورزی ها رو نابود میکنه. خب وقتی کشاورزی نابود شد، کشاورزی به کل این جامعه بستگی داره. کشاورزی خوابید، روستانشینی از بین میره، هجرت به شهرها شروع میشه. شهرها روز به روز توسعه پیدا میکنن، از اون طرف در حقیقت همه میشه واردات. گندم هم باید وارد کنیم، چغندر هم باید وارد کنیم، نمیدونم جور هم باید وارد کنیم، فلان هم باید وارد کنیم، زندگی شهرنشینی. و از این طرف کمر این جامعه لحاظ اقتصادی میشکنه، همه این جامعه متضرر میشه. اول بارانها به موقع نمیباره، 2 پولها دست آدمای بخیل میفته. طبق تعبیر عامیانه ای که ما شما داریم میگیم پول نه خورده خودش شد نه دیگران. یه پولایی، یه ثروت‌های سرگردانی دست این آقا هست، هیچ، اینا رو ملک کرده، زمین کرده، هی رو هم جمع کرده، هی اینا رو نه با اینها شرک صنعتی درست کرده، نه با اینها شغل و کارآفرینی کرده، نه با اینها فقری از جامعه برداشته، نه با اینها در حقیقت چرخه اقتصادی سالم ایجاد کرده. پولا رو هی جمع کرده، ملک کرده، املاک کرده، ویلا کرده، نمیدونم زمین خاری کرده و فلان و فلان و فلان. یه وقتی هم خودش میمیره و تمام. نه خودش تونست از این استفاده کنه، نه جامعه. 2 3 مسئولیت ها میفته دست یه آدمایی که نه کارشناسن نه مسئولیت پذیرن، افرادی که خودشون گیچن، سردرگمن.
افرادی که تازه خودشون صبح جمعه میفهمن بنزین گرون شده، خودش هم نمیدونه چطور شد گرون شد، چطور شد بورس به زمین خورد، چطور شد اون به هوا رفت، چطور شد این کم شد، چطور شد او اضاف شد، حیران و سردرگردان. این نشانه اینه که الله تعالی با این جامعه اراده خیر نداره. خود این جامعه خوب زندگی نکرده، خود این جامعه عمل کرده مثبتی نداشته که این سه تا اتفاق توش افتاده. ببینید همونطور که آب و هوا قابل پیش بینیه، اداره هواشناسی میگه آقای برای یه هفته دیگه اینجا بارون میاد، برف میاد. همونطوری که وضعیت جسمانی من میرم یک چکاپی میکنم، یک آزمایش کلی بدنمو میدم، اونا میگن آقا برای یک ماه دیگه 6 ماه دیگه شما در معرض این قرار داری که قند خونت میره بالا، چربی خونت چنان میشه، نمیدونم برای چند مدت دیگه شما آس میگیری. نه، اونای پیش بینیایی میکنن. همونطوری که وضعیت جسمانی ما قابل تخمین و پیش بینیه، همونطور که وضعیت جوی و هوایی قابل تخمین و پیش بینیه، عاقبت قوم ها و ملت ها هم قابل تخمین و پیش بینیه که این ملت آخرش به کجا ختم میشه، این ملت چی قراره سرش بیاد، این ملت در حقیقت با این چیزی که الان در این جامعه حاکمه اینا دارن کجا میرن. اینا قابل پیش بینیه. اینا اتفاقی نیست بگه یک شبگی یک ملت به عزت رسید، یک شبگی یک تمدن ساخته شد، یک شب یک تمدن به زمین خورد. نه آقا، این حاصل تراکم چندین ساله این افرادی که چطور زندگی کردن بعد این اتفاق افتاده. خیلی از غمخواران امت، خیلی از نبازان امت، خیلی از کارشناسان امت تشخیص میدن این جامعه در ربه پرتگاه هلاکته، این جامعه داره نابود میشه، این جامعه الان از لحاظ اخلاقی داره به زمین میخوره، این جامعه از لحاظ اقتصادی به زمین میخوره، این جامعه چنین چنان میشه. نه، به هر حال چون که مال و ملک را از دل بران، زان سلیمان خیش جز مسکین نخوان. کوزه سربسته اندر آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت. کوزه سربسته درونش تهی، رو آب داره میره، این هم دریاها آبه، اقیانوسها آبه، اما برای این کوزه ضرر نداره. چرا؟ چون این درونش خالیه، دهنش لاکه مهره. حالا یه قلبی توش تعلقات دنیا نیست، دلدادگی به دنیا نیست، وابستگی به پست و مقام و ثروت و قدرت نیست. خالد ابن ولید در رأس قدرت قرار داره، فرمانده لشکره، اسم آوازش به همه جا پیچیده، فتوحاتش یکی پشت دیگریه. یه نامه حضرت عمر براش می‌نویسه شما از این لحظه عزلی. در رأس شهرت‌ها، در رأس قدرت‌ها، در رأس کشورگشایی‌ها، در رأس تاریخ سازی ها قرار داره، سرتیتر خبری شده تو عصر خودش. یه لحظه نامه می نویسه حضرت عمر از این لحظه شما عزلی، شما سربازی، فرمانده کسی دیگه است. فوراً قبول میکنه، میاد پایین میشه میگه فرمانده شمایی. شهرت داره، ثروت داره، نام داره، در یک جنگاور هست، اما یه لحظه میگم بیا پایین بشه، میگه چشم، میاد پایین میشه. معلومه که به اینا هیچ کدوم وابسته بگید نیست. عرض کردیم خدمت عزیزان چند جلسه گذشته، یا آفتابه دست یا آقا بده بگه شما همینجا مسئولی، بعد از یک ماه بیا بگم هم آفتابه رو بده دیگه، مسئولیت شما تمومه. جنگ شروع میشه، آفتابه رو از من میخوام بگیرم، مسئولیت رو میخوام از من بگیرم. امروز آفتابه دست یکی بدی نمیتونی پس بگیری، هر کی با هر چی که داره میخواد ریاست کنه. صحابه ثروت داشتن، قدرت داشتن، موقعیت های اجتماعی داشتن، اما به اینا وابسته نبودن، دل به اینا نداده بودن. و کمن و قلیل من عبادی الشکور. کمن کسایی که پول دارن اما تعلق به پول ندارن، کمن کسانی که قدرت دارند اما تعلق و دلدادگی به قدرت ندارن، اونا خیلی کمن.